عرض سلام. اعلامیه هیئت اجرایی انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان 13 مارچ 2025 میلادی مطابق 23 هوت 1403 شمسی. هیئت اجرایی انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به مثابه مدیر عموم مردم افغانستان با درک عمیق از مسئولیت تاریخی در برابر مادر وطن و با تشخیص حلقه اصلی منافع و مصالح علیای کشور تشویش آتی را به حیث هوشدار با هموطنان عزیز مطرح می نماید. دور جدید بازی‌های سوپر شیطانی و انگریزی شیادان پاکستان کدام اهداف و مقاصد را آماج قرار داده است؟ آیا سکانداران پاکستان با دوستان دیروزشان و حاکمان کنونی افغانستان مشکل دارند و یا با اتکا به حاکمیت طالبان افغانستان را به مأمن امن تروریستان مبدل می سازد؟ اولیای امور پاکستان با مهارت و فراست انگریزی و با چنین دسایس به انحراف اذهان از معضلات بزرگ داخلیشان می پردازند و بدین ترتیب ضمن سفید نمایی نقش را که در حدود نیم قرن اخیر به مثابه مرکز و حامی تروریستان جهان ایفا نمودند و با این تکه‌داری مالک میلیاردها دلار گردیدند به افغانستان انتقال دهند و این بار به حساب مقابله با تروریستان و باز هم بودجه های دلار یا حق الاجاره را تصاحب نمایند. این واقعیت که در نیم قرن اخیر پاکستان مرکز شرارت پیشگان جهان و بزرگترین زرادخانه تولید ذهنیت تکفیری و تروریستان است، از کفر ابلیس معروفتر و نیاز به اثبات ندارد. با جنگ اعلام ناشده پاکستان 47 سال قبل با تجهیز و اعزام تخریبکاران آغاز و تاکنون رهبری استخبارات پاکستان و تحت قیادت جنرال نصیرالله بابر گورنر جنرال وقت صوبه سرحد گروه‌های تخریبی را آماده و تجاوز آن کشور بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان و محمد داوود فقید آغاز و تاکنون با شکل و شمایل متفاوت و به قیمت نابودی هستی مادی و معنوی افغانستان و شهادت میلیون ها افغان ادامه دارد. از بوالعجبی های تاریخ که همین جنرال بابر در دوره بعدی و در سال 1994 میلادی در سمت وزیر داخله در ایجاد هسته های اولیه طالبان همان نقش قبلی را ایفا نمود و بی جهت نیست که از او به مثابه پدر معنوی تنظیم های جهادی و طالبان یاد می گردد. داستان تضعیف و شکست جمهوری های افغانستان که به جمهوریت نرسیدند بر وفق پلان استخبارات و نظامیان پاکستان رقم خورده است. هدف از ذکر این موارد زنده ساختن زخم‌های گذشته نمی باشد. ملحوظ نظر ما این حقیقت تلخ است، با افسوس و صد افسوس که در این حدود نیم قرن جنگ اعلان ناشده پاکستان و حتی از نخستین تجاوز نظامی آن کشور بر مغلگه ولایت پکتیکا و زمان صدارت شاه محمود خان و تاکنون برنده بازی نظامیان و استخبارات آن کشور است و ما مقهور، مظلوم و ناکام گردیده ایم. در تازه ترین مورد همان آقای ترامپ که در جنوری 2018 میلادی و در اولین
توییت خود پاکستان را مرکز و حامی تروریسم اعلام نموده بود. چند روز قبل در یک نمایش انتقال تروریست گویا عامل اصلی فاجعه خونین میدان هوایی کابل در اگست 2021 میلادی از دولت تروریست پرور و میزبان اسامه بن لادن یعنی همین پاکستان تشکر نمود. بدین رو باید آسیب شناسانه این سوال را در برابر خود مطرح نماییم که رمز اصلی و شاه کلید موفقیت پاکستان در چه نهفته است؟ مبرهن است که پاکستان تعریف دقیق و روشن از منافع ملی خود دارد که هر پاکستانی اعم از ملکی و نظامی، ملا و تاجر و غیره بدان باور دارند. بر مبنای همین باورمندی هیچ زماندار، جنرال و مولانای متعهد به همین خط رسمی از دشمنی با هندوستان و پاکستان دست نمی کشند. و ما برعکس هیچ گونه تعریف از منافع ملی خود نداریم و در تشخیص مسائل علیای کشور عاجز هستیم. در سطح قوم، محل، مذهب و با آفت سکتریزم و شوینیزم مصاب گردیده ایم. در احوال ناهنجار و اسفبار کنونی و در حالی که مقدرات تاریخی ما در پیچیده ترین بازی ها و رقابت های شدید رقبای ژئوپلیتیک منطقوی و فرا منطقوی رقم می خورد، ما به قرون وسطی برگشته ایم و همه دین و آیین را در ریش و حجاب خلاصه ساخته ایم. 3 سال و 8 ماه است که افغانستان با فقدان دولت متعارف، مشروع و قانون محور قرار دارد و نتوانسته و یا نخواسته است بحران حقوقی را مهار و راه رفتن به مشروعیت داخلی و شناخت بین المللی را پیدا نماید. بدین ترتیب در فقدان حاکمیت عقل و برخورد دور از عقلانیت سیاسی است که ما افغانستان را در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان تاریخی خود قرار داده ایم. یگانه راه واقعی نجات ما توسل به خودشناسی و تشخیص اصلی زخم ناسور ناکامی ما با تفکر عقلانی و عقل نقاد است تا از شارزدگی و خوشی به دالخور خواندن دشمن و سرکشیدن شعارهای غیر عملی این سخن بخشیارانه را ملاک عمل قرار دهیم که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. راه قوی شدن را تشخیص بدهیم که همانا تعریف دقیق منافع ملی و مسائل علیای افغانستان است که با فکر کلان ملی فراقومی، سمتی و مذهبی در بحث و گفتمانهای کلان مورد مباحثه قرار گیرد. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان برای دستیابی به این معمول بزرگ وطنی بیشتر از 3 سال قبل نظریات مشخص و دکترین مقابله با بحرانات و مسائل و مصائب افغانستان را مطرح و همگانی ساخته است که می تواند حلقه اصلی مفقوده منافع ملی را تشخیص و تعریف نماید که بتوانیم به مثابه حبل المتین یا ریسمان نجات به منافع و مصالح علیای افغانستان چنگ بزنیم و راه رفتن و دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر منبعث از اراده آزاد مردم را مساعد بسازیم. با استمرار قوانین، حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی می توان بحران حقوقی را مهار و راه حل بحران مشروعیت داخلی را با اعمال حق حاکمیت ملی مساعد بسازیم و افغانستان را از انزوای بین المللی و مرگ تدریجی نجات بدهیم. افغانستان روزهای دشوار و سرنوشت ساز را سپری می نماید و با زنده نگه داشتن امیدها
و من حیث حسن ختام به دشمنان تاریخی وطن مشترک و عزیز خود می گوییم که تیت می مبول خورسنگ را باندی مکله زپتی افتادگی که لوی گرنگیوم. با حرمت، هیئت اجرایی انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن. با تشکر.